الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از داستان صحابیه گرامی بانوی بزرگوار دره بنت ابی لهب و گفتیم که در جلسه قبل که ابو لهب پدر دره هست، ام جمیل همسر ابو لهب که حمالة الحطب هست مادر ام دره هست، ام جمیل خواهر ابو سفیان هست و اینها در اذیت و آزار و دشمنی نسبت به پیامبر هیچ کوتاهی نمی کردن. و خب این خیلی عجیب نبود در واقع، یعنی زن و مرد با هم کاملا به اصطلاح ما ست شده بودن، یعنی با هم همراه بودن برای اذیت و آزار پیامبر و این یکی اون رو تقویت میکرد در اذیت و آزار رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون یکی دیگه اون یکی رو، و سعی میکردن به هر طریقی جلوی دعوت اسلام رو بگیرن که گفتیم که خداوند این آیه این سوره تبت یدا ابی لهب و تب رو در شأن و حالات اینها مطرح کرد و بیان کرد. اما خب ببینیم نهایت سرنوشت ابولهب چی شد. واقعا ابولهب به چه سرنوشتی دچار شد؟ در مورد مرگ ابولهب آوردن که منابع تاریخی نقل میکنن که بعد از جنگ بدر یا غزوه بدر که مسلمانان پیروزی به دست آوردن و مشرکان شکست سختی خوردن و خبر پیروزی مسلمانان به ابولهب رسید، ایشون مبتلا به بیماری شد به نام عدسه یا عدسه در لغت عربی. بیماری عدسه یک بیماری شبیه به وبا هست که بدن به صورت غدد چرکین میشه و مثلا مثل آتش فشان مانند، نمیدونم حالا مشابهش الان در فارسی چه بیماری هست، که بیماری عفونی واگیر و هست که بدن رو متعفن میکنه تقریبا، اون چیزی که در لغت عرب در مورد بیماری عدسه نقل میشه. ایشون میگن در اصل این بیماری مرد و 3 روز گذشت و ایشون دفن نشده بود، طوری که جسدش دیگه باد کرد و متعفن شد. پسرش ایشون رو چیکار کرد؟ با آب همینجوری روش آب میریخت، یعنی از فاصله دور که مبادا خودش مبتلا بشه و این رو از ترس این که مبادا مثلا طاعون باشه، بیماری خطرناکی باشه، بردنش در بالاهای مکه در یک منطقه دوری، در اونجا به دیوار تکیه دادن، حتی از زمین رو هم نکن نزدیک جسد اون، مثلا حالا با هر وسیله‌ای بود بردن، بعد با پرتاب سنگ ها به روش تونستن چیکار کنن؟ اونو زیر پوشش قرار بدن که مبادا مثلا این بیماری این به کسی دیگه منتقل بشه. و اینجوری بود که خداوند عزوجل انتقام گرفت، خداوند مقتدر انتقام گرفت که کسی که این چنین شد که دچار یک چنین بیماری وحشتناک و در داوری بشه که همه ازش متنفر بشن، که هیچ راه و درمانی هم براش پیدا نتونستن بکنن و سختی کشید که حتی پسرش از اون فرار کرد، همسرش حتی از اون فرار میکرد. در هر صورت این وضعیت زندگی بود برای ابولهب که آخرت هم مشخص است. اما اصطلاحی رو قرآن داره، یخرج الحی من المیت و میت من الحی. نگاه کنید، زنده رو از مرده خدا میاره بیرون. ما ضرور مسئله تو منطقه خودمون داریم که میگیم که از شاخه خشک شاخه تازه به عمل میاد، یا از شاخه کج شاخه راست به عمل میاد. ولی این آیه ممکنه تعابیر دیگه داشته باشه، چون انسان وقتی ایمان نیاورده در واقع مثل یک پیکره مرده هست، چون حقیقت رو نمیفهمه، هستی رو درک نمیکنه. به مجردی که ایمان میاره و تشخیص میده الله رب العالمین حاکم و فرمانروای جهان هستی و این بعد بنده اون باشه و خوبی و پاکی رو رواج بده در درون زندگی خودش دیگران، این یک انسان میشه موجود تازه زندگی حقیقی خودش رو پیدا کرده، چرا که هدفش رو پیدا کرده. اما اینجا در اینجا منظور ما اینه که ببینید از یک چنین خانواده‌ای پدر و مادر ببینید چه فرزندی به وجود میاد و چگونه هست. حالا در یک چنین فضای سخت و سنگینی دختری داره ابولهب به نام دره بنت ابولهب. خب طبیعیه که ایشون این رنج ها رو دید، این شرایط پدر مادر خودش رو دید، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو دید، پیامبر پسر عموش بود در هر صورت، و دید که دارایی و ثروت و شهرت و قدرت پدرش و خانواده‌اش هیچ کدوم به دردشون نخورد. هر چی ثروت جمع کرده بود، مثل که انسان خسیسی هم بود، حالا پول زیادی رو هم جمع میکرد و فشارهایی رو که بر مسلمانان وارد می شدن با چشم خودش می دید که اینها مظلومانه مورد فشار قرار گرفتن، تحت اذیت و آزار اینها، و حقیقت رو می شنید. این بود که ایشون در مکه مسلمان شد.
دره بنت ابی لهب در مکه مسلمان شد و این گونه کرد که خداوند ایشون از شرک و ضلالت و جاهلیت به سوی ایمان بیاد و در واقع ایشون زنده بشه از اون پیکر مرده‌ای که قبل از ایمان داره، که هر کسی این گونه هست. وقتی که از جاهلیت به سوی ایمان میاد یک حیات دیگری داره. ایشون بالاخره هجرت میکنه به مدینه منوره و خداوند هم ثواب هجرت رو نصیب ایشون کرده، هم ثواب ایمان رو نصیب ایشون کرده که مهاجرات از ثواب مهاجرت نصیبش میشه که بحث اون قرآن پاداشی که در مورد مهاجرین میگه. و همین که خب ایشون ببینیم شخصیتش چیه بعد از که مسلمان میشه در مکه میاد در چه وضعیتیه. ایشون نگاه کنید همسر حارث ابن نوفل ابن حارث عبدالمطلب هست. حارث ابن نوفل یک فرزند برای حارث به دنیا میاره، یعنی برای حارث چند فرزند به دنیا میاره، ببخشید، عقبه، ولید و ابا مسلم. و همسر ایشون در جنگ بدر در حالی که مشرک کشته میشه، یعنی همسر دره بنت ابی لهب که پدر 3 فرزندش هست در جنگ بدر در سپاه مشرکین هست و کشته میشه. بعد از این جریان میبینید ایشون با شخصی ازدواج میکنه به نام دحیه کلبی که اینم از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. این صحابی بزرگواریه که ایشون از همون ابتدا مسلمان شده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه غزوات شرکت کرد. بعد از جنگ بعد پیامبر نامه مشهوری رو که فرستاد برای بصرا که به هرقل، به پادشاه اونجا، ایشون این نامه رو حمل کرد که در هر صورت میگن که جبرئیل علیه السلام موردی که نقش شد وقتی پیش پیامبر میومد گاهی در چهره همین دحیه میومد، در چهره همین دحیه کلبی یا دحیه ابن خلیفه میومد، چون ایشون خیلی زیبا بود و چهره شمایل خیلی خوبی داشت. در هر صورت ایشون میگن مثلا دحیه زنده بود تا زمان امارت امیرالمومنین معاویه و در اونجا بالاخره در زمان خلافت ایشون از دنیا رفت. خب ایشون با دحیه ازدواج کرد و خب جایگاه و مکانت خودش رو به دست آورد. وقتی که مدینه اومد دره رو پیامبر در بین زنان بالاخره جایگاه خاصی داشت، اما بعضی از زنان با چهره دیگه‌ای بهش نگاه می‌کردن، با نگاه دیگه‌ای. خب دختر ابولهب بود و این مطالب بود که پیش میومد که جای نگرانی بود، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو به روشی خاص حل کرد، با روشی که بتونه، چرا که هر کسی گناه خودش رو به دوش میکشه، ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کس قرار نیست که گناه دیگری رو به دوش بکشه. اینجا بود که پیامبر با زیرکی و ذکاوتی که داشت، بالاخره با اون علم نبوتی که داشت، برخورد رو این گونه کرد. حالا داستان بشنویم. میگن دختر ابولهب همین دره بالاخره مهاجرت کرده بود، به خونه رافع ابن انصاری اومد. خب زنانی که از اون قبیله بودن میومدن، این زنا میگفتن این هم دختر ابولهبی که قرآن در موردش گفته تبت یدا ابی لهب و تب و ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و اینو میخوندن. و چی شده که حالا این مهاجرت کرده و ایمان آورده؟ بالاخره انسان هست که صحبتایی که بین انسان ها میشه. دره اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شکایت کرد، ببینید زنان در مورد من چی میگن، و خیلی ناراحت شده، متأثر شده بود واقعا. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت بشین آروم باش. پیامبر رفت نماز ظهر رو خوند. بعد از که نماز ظهر رو خوند بر منبر بالا رفت و گفت نگاه کنید ای مردم، چرا من میبینم شما خانواده من اذیت میکنید، فامیل من اذیت میکنید، بالاخره ایها الناس مالی اوزی فی اهلی. میگه قسم به خدا که شفاعت من شامل نزدیکان من میشه که اگه ایمان داشته باشن و حتی تا روز قیامت این مسئله خواهد بود. بالاخره حالا بحث در مورد این روایات صحبت هایی هست که من اینجا بحث رواییشو دیگه نمیخوام مطرح بکنم چگونه است. این بود که حتی پیامبر نقل شده گفته که خدا رو عصبانی میکنه که هر کی بخواد این بنده خدا بنده مؤمنش رو عصبانی کنه به خاطر اینکه این گونه مثلا بهش نسبت بدن. جای دیگه پیامبر حتی بهش میگه تو از من هستی، چرا که دره با خانواده پیامبر رفت آمد داشت، این خانواده می اومد میرفت، به ویژه از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها خیلی سر میزد، دختر عموی پیامبر بود. حتی نقل شده که یه بار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اومد به خونه ام المؤمنین عایشه و ایشون هم تو خونه بود. پیامبر گفت آب بیاری تا من وضو بگیرم. هم عایشه و هم اون بلند شدن که سریعا آب بیارن، اون تونه سبقت بگیره و آب رو بیاره به پیامبر صلی الله علیه و آله وضو بگیره. پیامبر وقتی وضو گرفت گفت تو از من هستی، من هم از تو هستم. حالا امام شوکانی این رو نقل کرد، گفت رجال این مثلا این روایت هم صحیح هست. حالا من بحث این که نمیخوام اینجا زیاد رو این جزئیات وارد بشیم، میخوام کلیات مطلب رو داشته باشید. ایشون مازاد بر این که حالا ایمان آورده بود، شخصیتی بود که مورد توجه پیامبر صلی الله علیه و آله بود و این مواردی که نقل کردیم، خب اهل شعر و شاعری هم بود. در روایت حدیث هم ایشون ازشون روایت نقل شده.
حتی یک روایتی که نقل میشه که ایشون نقل میکنه، میگه یک شخصی اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبر رو منبر بود، یا رسول ای الناس خیر، چه انسانی از همه بهتره؟ پیامبر گفت خیر الناس اقرأهم، کسی بهترین مردم کسی که بهتر بتونه قرآن بخونه، و اتقاهم، با تقواترینشون باشه، و آمرهم بالمعروف، هم مردم رو به نیکی دعوت بکنه، بالاخره با روش‌های خوب، و انهاهم عن المنکر، و اونها رو از زشتی‌ها و بدی‌ها دور بداره. اون هم گفتم در واقع با روش‌های خیلی خوب و پسندیده، و اوصلهم للرحم، و بهترین اونهاست که بتونه صله رحم رو به جا بیاره. و حتی این روایتی که پیامبر میگه لا یعزا حی بمیت، زنده به خاطر مرده عذاب نمیشه. حالا یکی پدر مادرش بد بودن یا اتفاق دیگه افتاده بود، خیلی ما داریم مثلا مواردی شاید پیش بیاد که مثلا پدرش یک شخصیت بدی باشه، مادرش شخصیت بدی باشه، یا خانواده‌اش، حالا خودش آدم خوبی، قرار نیست که این به خاطر اونها که حالا مردن یا زندن بدن این بخواد آزار و اذیت ببینه. در صد ایشون قدرت حفظ در حدیث و تلاوت و اینها داشت. در شعر موارد خاصی از ایشون نقل شده که نشون میدن که قدرت شعر و شاعری بالایی داشت. در هر صورت دره بنت ابی لهب همچنان جایگاه خودش نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفت و از اون و از اصحاب خودش راضی بود، و ایشون تا سال 20 هجری زندگیش ادامه پیدا کرد و در زمان خلافت امیرالمومنین عمر رضی الله عنه از دنیا رفت. و بیشتر از این در واقع در تاریخ کم مطلبی بیشتر شاید ضرورت نبود یا نقل نشده، اما واقعیت اینه که ببینید که چگونه یک فرد از خانواده‌ای که سخت‌ترین و بدترین دشمنان دین خدا هستند، تا جایی که آیات الهی در موردش اومده که خیلی به ندرت هست این مسئله، یعنی شاید مشابهش وجود نداشته باشه، ولی این فرد می‌بینید ایمان پیدا می‌کنه و دارای چنین موقعیتی میشه، مثل ماجرای اکرمه ابن ابی جهل و موارد دیگه. خب شما عزیزان بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه تا داستانی و جلسه دیگر.